میریم و میشنویم محلی افغانستان در دل طبیعت دور از افغانستان. حربی وطن به یادی وطن ناله می کند. دوستان عزیز نازنین سلام، عیدتان مبارک، طاعات و عبادات، روزه و نمازتان قبول در هر کجایی از دنیا قرار دارین. در ادامه برنامه‌های زندگی در اروپا امروز فرصت شد که آمدیم در دل طبیعت قدم بزنیم. صدای از نوای دنبوری محلی افغانستان به گوش میرسه. فکر میکنم که از هموطنای ما و شما هستن، اونجا قرار دارن. ما با هم میریم همراهشان صحبت میکنیم که روزهای عید چگونه سپری کردن در دیار مسافرت، در دیار غربت، و آیا عید افغانستان و عید در بیرون از افغانستان یکسان است؟ بیشتر در ویدیو مشاهده کنید. سلام برسه. مزاحمت نکنیم، مزاحمتان نشیم. چیال داره؟ صحتمند هستین؟ خوب هستین؟ اینمی صدای دنبوریتان بود که پای ما را از او قسمت به ایجا کشان. انشالله که مزاحم نباشیم. خواستیم اینمی صدای دنبوره را از نزدیک با خودت یک جای بشنویم و این صدای دنبوره را از آلمان و دوستان ما که در هر سر دنیا زندگی میکنن، در افغانستان هستن، بیرون از افغانستان هستن، هوادارای دنبوره، هوادارای موسیقی محلی افغانستان، با اونا هم شریک بسازیم. قربانتا، تشکر. میشنویم از دوست ما، از برادر ما، هموطن ما صدای دنبوره را، نواهای دنبوره، و بعدا همراهشان قصه میکنیم، گپ میزنیم رابطه به زندگیشون، بود و باششون و چگونه روزای عید تجلیل کردن اینجا. به اجازهت خیلی دیگه منمی پالوگکت بشینم. میریم و میشنویم محلی افغانستان در دل طبیعت دور از افغانستان. حربی وطن به یادی وطن ناله می کند. فریاد می کنیم که خدا جان وطن وطن. همان روزی که من درا شدم، من رای دراز رای اروپا شدم، من رای دراز رای اروپای غم بوده. سوار کشتی بین دریا شدم، من رای اروپا رای غم بوده. سوار کشتی بین دریا شدم، من نفهمیدم که قدر زندگی را، البته نگفتن امانه که دور از دیار خیش هستیم. نفهمیدم که قدر زندگی را، دست نو جوانی پیر شدم، من نفهمیدم که قدر زندگی را، در سند نو جوانی پیر شدم، من همان روزی که من درا شدم، من رای دراز رای اروپا شدم، من چی آهنگ تراژدی در هوا و فضای دیگه بودیم.
خب بسیار تشکر. خودتان معرفی کنین. زنده و سلامت باشه. اسم خاکسار بغلان است. قبل سلام به شما و سلام به بینندگان شما. یک سلام دیگه خاص تقدیم میکنم برای دوستان خاکسار بغلانی. امید که امروز البته نگفتنمان که روز 3 امید است، انشالله که یک عید خوب و خوش در پلی کنار فامیلتان به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. قربانتان تشکر. امیدوار هستم که روزای به خودتان خوش گذشته باشه و هر کسی که یک هنر داشته باشه و سرگرم هنر باشه، فکر میکنم نسبت به دیگه افراد مسافرت سرشان تاثیر نداره. چطور از خودتان بسیار خوب دنبوره می نوازین، یک موسیقی محلی افغانستان است، دل مردم دل خودتان خوش می سازین و همین دقیقای مسافرت و همین دلتنگی های خانه و خانواده و آغوش خانواده را با صدای دنبوره حتما بیرون میکنین و خودتان راحت می سازین با دنبوره. قربانتان زنده و سلامت باشین. دیگه ما البته مدتی 4 سال میشه که از افغانستان آمدیم در کشور آلمان و دیگه دیار غربت است، ملک مسافر است، مجبور هستیم که نمیقیم دو تا دنبوری که داریم ساد ما و ساد وطندارا که تیر شد یک دقیقه خوش تیر شد. رو البته روز عید است دیگه قید دوستان رو حالا جا آمدیم. چکر